шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ шунавед. оғози гуфтори ҳафтум. راست یا دروغ، اکنون هر نفری که بارش در چارچوب زندگی با خدا رحمتی صالح جان روبرو آمده است امروز دعوایی دارد. من هیچ نفهمیدم بابا، شاید روشن‌تر کرده گپ زنید، خواهش کرد میلیسیانیر. روزی گذشته انا در همین وقت ساعت به اینجا دخترک تشریف آورد و مرا باور کنانیدنی شد که کلینم می شود و در بطنش کودک 6 ماهه از صالح جان دارد. به راستی من چی گفتنم را ندانستم. آخر از دهان آن دخترک بوی شیر می آمد و چرا او همه گونه شرم و حیا را پیش پا زده به اینجا آمد. پرسیدم که چند ساله ای؟ گفت به نزدیک 17 ساله می شوم. به نزدیک 17 ساله می شده است و الکی در بطنش کودک 6 ماهه داشته است. عقل آدمی نمی گیرد. عجب زمانی شده است. دیگر شرم و حیا هم در دخترای این زمانه نمانده است. وگرنه کی دیده است که دختری 16 ساله با مردی 40 ساله فرزنددار و عائله‌دار عشق ورزی کند؟ من نمیفهمم که فردا پدر و مادری آن دخترک چطور در بین مردم میگردند، یا گمان دارند که اینجا اروپا است و کسی را پروای کسی نیست. همسر و فرزندان خدا رحمتی در کجایند و چرا شما به جای در خانه پسرتان ایستادن به خانه برادرتان آمدید؟ نهایت خود را به دست گرفته پرسید گریزوف. این تاریخی دراز است و من به یاد آوردن آن را نمیخواهم. به هر حال همین را میگویم که کلین هم ماهی به عیب نیست، وگرنه نخواد مرد 3 فرزندش را پرتافته یاد آنها نکند. چون صالح جان دیگر یاد زن و فرزندانش نکرد، من به خانه برادر آمدن را اولاتر دانستم. هرچند گریزوف در کارهای تفتیشاتی تجربه کافی نداشت، ولی درس از روزگار گرفته بود و نخواست که با سؤالهای خویش و جراحتهای دلی موسفید نمک باشد. از دور افتمشینی کلانی بارکش به همان سمت تاب برد و لیتینانت میلیسا برای منع کردن آن دست برداشت. کم از 40-50 متر از او گذشته به طرف راستی راه تکیه نموده باز ایستاد. تا گلاباد رفتنی باشد مرحمت، گفت راننده و از 3-4 نفری در روی راه بوده تنها او نام گلاباد را شنیده و طرف افتمشین حرکت کرد. با یک چالاکی خود را داخل کابین گرفت و راننده کمز را به راه درآورد. تا گلاباد می روید؟ نهایت خاموشی را ویران کرده گفت راننده و از تلفظش مسافر فهمید که راننده گلابادی است. عموما در تمام تاجیکستان چندین منطقه‌های هستند که لهجه خویش را دارند و گلابادی ها هم استثنا نیستند. تا گلاباد. چه خیلی که من شما را نشناختم، خندیده گفت راننده و علاوه کرد که شاید به مهمانی رفته ایستاده اید. نه، من همانجا کار میکنم. شما چی کاره؟ میلیسا. همراهی همه جاوید کار میکنم گوی. آن که سرداری ما، شما او را از کجا میشناسید؟ آخر وای گلابادی نباشد؟ ما چند سال در شهر همسایه بودیم و باید گویم که همه جاوید جانی آدم است. خفه نشوید، شاید در میلیسا چنین نفرانی مثل او انگشت شمار باشند. بحث نمی کنم. این را من نه از بهر آن گفتم که شما به گوشش رسانید. اگر همراهش کار کنید باید دانید که حمید جاوید شخصانی خوش آمدگو طمعجوی را چشم دیدن ندارد. من باوری دارم که حمید جاوید در عمرش از کسی پاره گرفتگی نیست و به کسی هم پاره نداده است. چون این فردها را در شرایط امروزه یافتن نهایت دشوار. گریزوف چیزی نگفت و چون راننده دید که همسفرش میل صحبت ندارد او را به حال خود گذاشت. دیروز او به خانه صالح جلیل هم رفت و همسری قانونی محروم را نیز دید. چون آن زن فهمید که او کارمند میلیسا است گفت برای من فرق ندارد که شما قاتل صالح را یافتید یا نه. التماس من و فرزندانم را به حال خود گذارید. ما کیها چندین سال باز او را از دیلمان بیرون کرده ایم و امروز حاجت به آن نیست که از نو عزا گیریم. آفرین به چنین دیل، گفت گریزوف کنایه او را شنیده. آن زن شوریده رفت. چنان شور و مغل برداشت که گریزوف هم
آن زمان در وظیفه خدمت خویش بودن را به گوشه فراموشی داده، آن زنی بی اندیشه را به جایش شیناند و از سنجه خانه پس گشت. در حقیقت حق به جانب موسفید جلیل براد بوده است و مگر موسفید می توانست که در کلبه پسرش همراه چنین زنی شطاح زندگی نماید؟ دلی لیتنانت میلیسا به حال محروم هم سوخت و او هرچند کوشید که صالح جلیل چی طور چنین زنی بی اندیشه را به زنی گرفته است، به سؤال خویش جواب نیافت. هرچند او فرزندان محروم را ندید، ولی سخنان مردم را که با ماه شنی ماه شوی، با دیگ شنی سیاه شوی را به یاد آورد و به خلاصه آمد که ندیدن فرزندان محروم بهتر شد. کم از با سرعت دشت‌های هموار را به قفا گذاشته پیش می رفت. با فرارسی شام آنها به راه‌های پرپیچیداب کوهستان وارد شدند و راننده بعد گردشی اولین چراغ‌های افت-ماشین را فروزان کرد. راه‌های پرپیچیداب کوهی از راننده هوشیاری بیشتری را طلب می‌کند و گریزوف شاهد آن بود که چطور راننده با یک مهارتی به خود خاص چنبرک رول را گاه به چپ و گاه به راست تاب داده سمت حرکت کمز را معین می‌کند. لیتنانت میلیسا به خوبی درک میکرد که راهی کوهستان این راهی تخت و همواری وادی نیست و خطای ناچیزی میتواند افت-ماشین را به جر برد. هرچند او با راننده گلابادی صحبت کردن میخواست، ولی راههای تنگ و نظرناگر کوهستان که به یگان معیار استانداردی بین الخلقی جوابگو نبودند مانعه صحبتی آنها میشدند. او گاه به گوشه چشم به طرف راننده نظری می‌دوخت و چون باوری حاصل می‌کرد که هوش یاد راننده به راه است، دلش کمی تسکین می‌یافت و نتیجه کارهای خویش را پیش نظر می‌آورد. از آنچه که دخترک 16 ساله با مرد 40 ساله عشق ورزی کرده است، بهر میلیسا تشویش زیادتی هم نمی‌آورد، چون که شخصی که باید از روی این کار جواب می‌گفت در قید حیات نبود. ولی باز حالت‌هایی بودند که میلیسا باید به حمایه‌شان می‌خیست. این پیش از همه نگاه داشتن حیات و سلامتی مادری جوان کودکی در بطن او بوده حساب می شد. از بس که چون این حالتها در حیات شرقیان احیان رخ می دهد، این پیش از همه از درجه بلندی تأثیر اسلام شهادت می دهد و اکنون آن دخترک ماهی به سایل افتیده را می ماند که بهر حمایه ناموس خویش به همه کار قادر است. او می تواند یا از کودک خلاص شود و یا خودکشی کند. به هر حال هرچند اون نام و نسب و سراغه آن دختر میدانست، ولی به مصلحت به کلبه او قدم نهادن را به خود روا ندید. چون این مسئله را او نمیتوانست طریق تلفن به سمع سردار شعبه کارهای داخلی رساند و از او مصلحت پرسد. محض برای همین شده او در بیوقتی روز روی راه برآمد، وگرنه فردا عزم سفری گلاباد میکرد. در حادثه مذکور عیب در آش بود یا در ماش، او به خلاصه آمدن نتوانست. ولی در بسیار حالتها چون این حادثه به فاجعه می انجامیدند و اکنون او لیتنانت میلیسا گریزوف باید سری این مسئله چاره می اندیشید. افت-ماشین پرده ظلمات دریده در راههای پرپیچ و تاب کوهی پیش می رفت. نورهای آفتاب از آینه تیرزه وارد حجره خواب لیلی گردیده آهسته آهسته تا بر روی دختر که بالای کتی 2 نفره ملایم خارجی میخوابید رسیدند. شعله ها آنقدر تأثیر بخش و گرم بودند که لحظه پس دختر در بین آب و عرق گم شد و نهایت هذیان گویان بیدار شد. این اولی شبی بود که بعد داروگیری های زیادی زندگی لیلی آرام و آسوده خوابید. از همه آن ماندگی دیروزه حتی آثار نمانده بود. سپس به نزد آینه تیریزه رفت و از پس پرده حریر لحظه به بیرون چشم دوخت. در پایان در راه همه را در تکاپوی زندگی دید و همانا از پس تیریزه دور شد. به حمام در آمده جسم خویش را به زیر دوش که آبش نچندان گرم بود گرفت و لحظه عالم و آدم را به گوشه فراموشی داده از آبی مصفا حلاوت بود. با همین تازه و آزادگی او از حمام بیرون شد و به خانه خوابش در آمده خود را در آینه کلان دیواری دیدن خواست. سیمای از عطر و اپای خارجی تازه کرده خویش را در این آینه دید. وجودش لرزید. هنوز از دوره مکتب خانیش او به شکل ظاهری خویش اهمیت میداد و اسمه و سرمه
مونس همیشگیش بود و اگر آن روزی که او را به توی دعوت می‌کردند ساعتها نزد آینه ایستاده خود را آرام و تارا می‌داد. مادرش این احوال او را دیده همیشه می‌گفت احمق است آن مردی که به دختر در توی و به اسب در روزی باران دل می‌بندد. زنگیر و اسبیر همیشه دیوانه است و کی او را فکر توی روزی باران به یاد بیاید آچه جان. چنین گفتاری لیلی به مادر پسند بود و محض همین زبان خوش او را از هر ورطه بیرون می آورد و بعد ختم مکتب میانه برخلاف عقیده پدر او مادر را برای به اینستیتوت رفتن راضی کنانیده توانست. سال پس از مکتب عالی داخل شدن لیلی مادر در کسلی دامنه مبتلا گشت و دنیای هستی را پدرود گفت و شاید به بخت او بود که کردارهای پسی پردگی و بیشرمانه دخترش را ندید. بعد وفات مادر صالح جلیل او را صاحب خانه کرد و لیلی تنها در لحظه‌های فارغ بلکه در عملیات‌های جنایتکارانه‌اش نیز مونس و همدم او گشت. از چی باشد که لیلی چند مراتب تیار بودن خویش را برای در نکاح صالح جلیل در آمدن ابراز نمود، ولی راهبری محفل زن و فرزند داشتن خویش را بهانه کرده کار را به تأخیر می انداخت. با وجود این لیلی از او دل کنده نمی توانست. در عملیات‌های خفناک و جنایتکارانه دست داشت. هرچند او در نزد صالح جلیل عهده‌داری نداشت، هیچگاه به او خیانت نکرد و مهری مرد دیگری را در دل جای نداد. صالح جلیل باشد برعکس بود و بعضی شبها راه کلبه او را فراموش میکرد. 1 ماه پیشتر او از دور در نزد مهمانخانه دوشنبه صالح جلیل را همراه دخترک دید که از 100 گلش 1 گلش نشکفته. چون وقتهای آخر صالح جلیل در خوابش سباجان گویان هزیان میگفت، لیلی فهمید که دور نیست آن روزی که یک باره او را ترک گوید. لیلی در حیرت بود که چطور مردی در جستجوی ملیسا قرار داشته به ایبا همراه دخترک 16-17 ساله به طرف خانه می رفت. لیلی در آینه زیر چشمان خویش آژانک‌ها دید و دلش لرزید. واقعه های روزهای آخر نمی شد. او باز ساعت پیش آینه نشسته با کریم های خارجی سیمای ظاهری خویش آرام می داد تا دیگر کسی غباری در تراوت آن روی زیبا نبیند. زنگ تلفن صدا داد و او از پیش آینه دور شد و تلفن موبایلی خویش را که هنوز روی بستری ناخن داشته‌اش پهلوی بالشت می ایستاد برداشت. مصاحبش را گوش کرده آمدن نمی توانم گفت و گفتگو را قطع نموده بستری خوابش را به ترتیب آورد. چند سال باز لیلی صاحب تلفن موبایلی است و مصاحب همیشگی او صالح که تلفن را چون همه دیگر مال و ملکش بهرش تقدیم نموده بود حساب می یافت. خودی صالح نیز لحظه از تلفن دل کندنی نداشت و جز آن روزهایی که او بهری آوردنی بار به ساحل آمو می رفت. پیش از سفری آخرینش هم او تلفنش را چون همیشگی به دست لیلی داد و افسوس بر آن خورد که در منطقه گلاباد تا ساحل آمو تاجیکتل سپوتنیک ندارد و بردن تلفن به جز باری گران دیگر چیزی نیست. لیلی او را تا به همان نقطه معین شده برد و هر دو تاریخ و آمدن شیف را محاکمه کردند. خودت را احتیاط نما گفت لیلی و صالح از روی راه به طرف پایان یا درسترش به سمت جنوب به پیراهه موضع خشکک دره حرکت کرد. او هیچ نمی‌فهمید که در این صبح صالحان ماهرو چرا زنگ زد و وی را به کجا بردنی بود. ببین ماهرو همیشه هوس زندگی من می‌خورد و امروز باشد تسلی دهنده این دلی بیمار گشته نیست. هیچ باورم نمی‌آید که این دفعه صالح از ساحل آمو بیبار برگشته باشد. زیر لب غنگاس زد او و لعنت به تاجیکتل گفت که در همان منطقه استراتژیکی سپوتنیک خویش را ندارد. اگر تلفن کار میکرد او هر قدمی صالح جلیل را به زیر نظارت میگرفت و اکنون حاجت به معاینه آب کردن نبود که آیا از سفری آخرین صالح به دستاویز آمده بود یا نه. محض تلفن ماهرو اساس بر آن شد که لیلی سری مسئله آوردن بار اندیشه نماید. شخصی که بالا به قتلش امر داد این دفعه به دستاویز آمده بود. باید آورد سخنان دوران را. این چند روز او دوران را به گوشه فراموشی داده بود. و گوشه فراموشی هم نه، همین خیل وقت نشد که وی از حال آن مولای جادوگر خبر گیرد. دوران که چون بلا از محفل همدلان می ترسد به گمان است که طی این روزها او را انتظار نشده باشد. به هر حال همینش بهتر شد که آن یراق را به صاحبش برگردان. ببین چقدر نرخی گران. یک شبانه روزش $100، یک تیرش $5.
اصلا برای آن مرد قاق دراز فرقی نداشته است که مشتری اتومات را به کدام مقصد استفاده میبرد. انا بیزنس و باز چخل بیزنس. گور سوزد و دیگ جوشد. ای خانه سوزد تو بر این مرد را. این سخن را هر چند زیر لب آهسته و ناشنوا گفت، ولی شرمش آمد. آخر مگر آن کرداری که او و صالح جلیل پیشه کرده بودند باعث افتخار بود؟ مگر این همه دولت و سولت از مهنت حلال به دست آمده است؟ طی این 2-3 سال آخر او 2 هفته ماشین را عوض کرد. از کدام حساب؟ همش از حساب مواد مخدر، از موادی که هزاران نفر به دام مرد تیله داده و باز همین مقدار و یا زیادتر مبتلای کسلی نشأمندی گشته. لیلی فهمید که این فکرها همه بی اساسند و اگر بازار نشأ جلابین نبودی و گمان بود که او یک دختر دهاتی صاحب چنین جای جلال شود. ای کاش این بازار همیشه آباد ماند و دستی سخایش به سر ما بندگان آسیش برسد. لیلی را تنها یک فکر عذاب میداد، این هم به دستاویز برگشتنی صالح جلیل. ولی عیب در آش بود یا در ماش، حالا برای لیلی معما بود. طی 6-7 سال آخر لیلی در آب و آتش زندگی پخته رسیده بود و این آتش هرچند از فتنه و دروغ سرچشمه می گرفت، یاور شیف را وادار می ساخت به یاد بیارد که بار هم صالح جلیل از ساحل آمو بیبار گشته بود یا نه. او هر قدر فکر کرد چون این حادثه را به یاد آوردن نتوانست. قرار داد که هرچی هم نباشد از نام خود شیف یک مراتبه آن مولای جادوگر را افشاند. با همین نیت او پیراهن به بر کرده از خانه برآمد. ساربانی حامد چون کلوار شاگرد تکرو نمود، ناوابسته از بعض کمبودی و نارسایی‌هایش بازیافت در آن دید. حرکت‌های اولین شاگرد پرواز عقاب را می‌ماند که با تلاش‌های خویش عزم به قله برآمدن داشت. پرواز اولین این سرچشمه همه پروازهای من بعد عقاب در راه فتح قله‌های بلندترین بوده، دلیری را در وجود این پرنده تیز چنگال بیدار می‌کند. عقاب را پرواز عقاب نموده است. با یاد آورد کاپیتانی میلیسا سخنانی نسبت گریز و گفته خویش را در حضور حمید جاوید. نتیجه اولین کار شاگرد باعث احسان بود، ولی ساربانی حامد چون خود تعریف را خوش نداشت، کاغذها را به یک ترتیبی معین بالای هم چیده به دست شاگرد داده گفت: بد نه. گریزوف که تا به این لحظه سری میز کاریش خاموش می نشست، از بهای داده استاد کمی در شگفت ماند. عموماً چون این بها در دنیا وجود نداشت و وکالتداری کافتوکاو جنایتی نیز چون همه هموطنان خویش به بهای 5 بله عادت کرده بود. همش همین گفتن استاد شاگرد را از ورطه اندیشه‌های منبعد بیرون آورد. نه رفیق کاپیتان. خوش باز چه علاوه دارید؟ گریزوف لحظه به طرف مصاحبش نگریست. نگاه جویای سوالی بود که شاید میپرسید مگر این همه کاغذبازی ها کم نبود؟ گپ زن. آخر نه همه گپ و کلاچه را روی لسان آوردن ممکن. لیتنانت جوان همه آن دستاوردهای خویش را که از پروتکل رسمی بیرون مانده بود با بیان نقطه نظر خویش ابراز نمود. سخنرانی شاگرد سیمای موسفید علمزده جلیل برات و کلینی خدا به خبرش سارای قلندر که فرزندانش را به مقابل پدر و بابایش شورانیده، حتی در روزی ویدا نه خود و نه فرزندانش در جنازه اشتراک نکردند، حالتی ناگواری صباحت محمد که هنوز به 17 نرسیده در بطنش طفل 6 ماهه دارد چون نوار فیلمی بدیعی پیش نظر ساربانی حامد آورد. کاپیتان میلیسا ساربانی حامد بعد سخنرانی شاگرد هم هیچ تلاشی بها دادن به عمل اشتراکچیان صحنه مذکور نکرد، چون که او میفهمید که تفتیشات با سر این مسئله خواهد برگشت. بها دادن باشد این تنها حقوق سود بود و آنی که با سبب از حکم سود بیرون میماند بگذار جزای خویش از خداوند بگیرد. موسفید نسبت کلینش سارای قلندر راست گفته است که حواله بد به خدا. ساربانی حامد 100% طرفدار موسفید بود و کجاست داوره بزرگتر به جز پروردگار رحمان.
هر آنچه که شاگرد از زبان جلیل برات شنیده بود به یگان مبالغه و تصویر بدیعی به گوش استاد رسانید و نظری او را دانستن خواست. ساربانی حامد از سؤال شاگرد درد ماند. اون نمیدانست چی گوید. آخر خودش با جلیل برات صحبت نکرده باشد. طی چند روز این بار دیوم بود که او درباره جلیل برات معلومات گرفت. بار اول در اتاق کاری مفتشی پرکراتور سمدوف و بار دیوم از وکالتدار کافتگاو جنایتی گریزوف. در صحبتی با سمدوف داشته موسفید گله از پسری محرومش نموده است که دان ژوئنی گذرا بود. در صحبت دوم با گریزوف او رفتار کلین خدا بخبرش سارای قلنده را به آفریدگار حواله کرده است. و ضمن این رفتاری صباحت محمد را نیز به شأن زنی تاجیک مثل داغ ارزیابی نموده است. تا اندازه حق به جانب موسفید است. بعد خاموش طولانی لب به سخن گشاد ساربانی حامد. چخیر موسفید در دیگر دور و زمان سالهای جوانی خش پسی سر کرده است. چون هر یک فرد تقوادار او فهمیدن هم نمیخواهد که مست زمانه تفاوت را بین شرق و غرب از بین برده است. از آنچه که دخترک 16 ساله با مرد 40 ساله ازدواج نموده است، این اکسپانسیای غرب هم نیست. خیلی اکسپانسیای غرب نیست. آن نمایش فیلم های فاحشگی نشان دادن دختران اوریان نیم برهنه مگر اکسپانسی نیستند؟ اعتراض نمود گریزوف. تاریخ خود گواه است که تا زمان انقلاب اکتبر دختران مسلمان را از 9-10 سالگی به شوهر میدادند. از همین دختران در 12-13 سالگیشان صاحب فرزند میشدند. چرا ما گذشته خیش را از مد نظر دور نماییم؟ مگر موسفید جلیل برات هرچند خود چنین حادثه ها را از سر نگذرانیده باشد هم ولی باید در این باره از زبان گذشتگانش شنیده باشد. اگر ما تاریخ گذشته خیش ندانیم پس چطور امروز و فردا را قیاس میکنیم؟ نسبت به فیلم های غرب و نمایش دختران اوریان نیم برهنه همین را گفتنم که به سؤال جواب خوشتر از پاسخ سعدی شیرازی نیست. خیر شنویم چی؟ از سعدی بزرگ پرسیدن ادب را از کیا مختی؟ از بی ادبان. چخیل سعدی پاسخ داده است که هرچی ایشان کردند و پسندی بنده نگشت از آن پرهیز کردم. بینید از زمانی که ترقیات علم و تکنیک تا به کیهان رسیده است تا کنون برخی از جوانان ما نیک را از بد سفید را از سیاه فرق نمی کنند. مگر غرب عرف و عادتهای خش را مجبوران به گردن ما بار کرده است که باعثی ملال خاطره ما گشته باشد؟ مجبوران کنی. مگر از آینه نیلگون تاجیک چنین فیلم های بی‌معنی نمایش دادند؟ نه. پس ملال خاطری ما از کجاست؟ حالا قسم زیادی هموطنان ما از پیشرفت جهانی قفا نمانیم گفته سنسیه های پرابلی را با نرخیگران میخرند و هر نقطه از جهان را خواهند با عرف و عادتهایش با بد و نیکش تماشا میکنند. مگر دولت به این گناهگار است؟ نه. پس چی جای تأسف؟ ما باید از ترقیات جهانی تنها بهترین نویگری های علم تکنیک را آموزیم و هرگز نباید افتخار ملی خش که آن پاکیزگی روح و تن را تقاضا می کند به گوشه فراموشی دهیم. جامعه کس به تنش نزدیکتر است و دین ما این جامعه ماست و حفظ این جامعه به دوش ما افتاده. در حالی که اقیانوس شناسی مشهور دنیا ژان ژاک کوستا و بسیاری مشهور جهان محمد علی اسلام را قبول کردند، ما مگر می توانیم گوییم که شرم و حیا را پیش پا زدنمان اکسپانسی غرب است؟ سامیان عزتمند یادرس می شویم که شما خوانش بدیعی را از روی رمن تیغ سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرو و محرر لطفیه قربانова. پایان گفتار هفتم. دوستداری وطن و دارایی‌های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.